ما تا الان 600 تا مدل واکسن دوغکی درست کردیم ما، اما هیچ کس نمیزنه. ملت میگن این واکسن ها آشغاله. این قضیه داره رو سرمون خراب میشه. خب چه غلطی باید بکنیم حالا؟ عظما ملت میگن اگه این واکسن ها خوبه چرا عظما خودش نمیزنه؟ به نظرم شما بیا واکسن ولایی بزن که تبلیغ بشه. آخه اشکل، من که فایزر زدم، مگه خرم واکسن دوغکی بزنم؟ عظما میخوایم صحنه سازی کنیم. شما بیا، ما خودمون ترتیب همه چی رو میدیم. عزیزان من، امروز بالاخره نوبت به من رسید که به جسم ناقص هم واکسن بزنم. همونطور که میدونید ما در نظام در زمینه واکسن به تولید انبوه رسیدیم. اول از برکت شروع میکنیم. بزن تو رگ ناقصم. تو هم بیا توی دستم واکسن قاسم بزن. عظما قاسم واکسن نیست، موشکه. خب واکسن آبعلی بزن. اون دوغه عظما. خفه کردی ما رو. بیا یه واکسنی بزن دیگه. هرچی تولید کردید فرود بیاری تو جسم ناقصم. حالا دوربینا رو خاموش کنید. پسر عجب چیزی بود. چی بودن اینا؟ عظما آمپول تقویتی زدیم بهتون تا جیگرتون حال بیاد. ایول، اگه واکسن اینه که من هلاکشم. هی بزنید، هی بزنید.